سلام، نام من ربکا. امروز با هم انجیل یوحنا با هم میخونیم. خب هر هفته یک فصل میخونیم و میخوام با شما بخونیم چون میخوام حضرت عیسی معرفی کنم. خب حضرت عیسی مسیح کی است؟ چرا آمده؟ چرا تعلیم داد؟ چه تعلیم داد؟ خب امروز با هم انجیل یوحنا فصل 8 میخوانیم و میبینیم عیسی مسیح چی میگه. یوحنا باب 8. لیکن عیسی به کوه زیتون رفت و بامدادان باز به معبد آمد و تمام مردم نزد او آمدند و او نشسته آنها را تعلیم میداد. در این وقت کتابدانان و فریسیان زنی را که در عمل زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند و در میانه به پا نهاده به او گفتند: استاد، این زن در عمل زنا دستگیر شد و موسی در شریعت به ما گفته است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو چی میگویی؟ این را برای آزمایش به او گفتند تا که دلیل یافته او را عیبدار کنند. لیکن عیسی خم شده با انگشتش بر روی زمین چیزی می نوشت. چون در سوال اصرار نمودند او راست شده به آنها گفت: آن که از شما بیگناه است اولین کسی باشد که به وی سنگ اندازد. و باز خم شده بر زمین نوشتن گرفت. چون شنیدند وجدانشان ناراحت شد و از پیران سر کرده تا کسی آخرین پس یکدیگر برآمده رفتند و عیسی تنها ماند و زن در میانه به پا می ایستاد. عیسی چون راست شد و غیر از زن هیچ کس را ندید به وی گفت: ای زن، دعواگران تو کجا شدند؟ آیا کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کسی ای آقا. عیسی به وی گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. و عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی راه نپیماید، بلکه نور حیات را یابد. خیلی خوب، عالی. پس در این داستان دیدیم که عیسی مسیح زن را محکوم نکرد. خب زن گناه میکرد ولی عیسی مسیح داوریش نکرد. خب و از عیسی مسیح یاد میگیریم که خدا گناه ما را ببخشه. نمیخواد که ما ادامه میدیم در گناه، ولی دوست داره ما را ببخشه. خب پس این برای اون مردم تعجب کننده بود، ولی عیسی مسیح نمیخواست گناهکار رو محکوم کنه. اتفاقاً عیسی مسیح برای گناه ما آمد تا گناه ما از ما ببره. خب بعداً در فصلهای آینده یاد میگیریم چطور عیسی مسیح گناه ما برد. خب ولی الان میبینیم خدا عیسی مسیح پر از رحمت، پر از محبت است و گفت به این زن گناه نکن، ولی گناهش بخشیده است. خب و اینجا میبینیم که اون مردم که میخواستند اون زن رو محکوم کردند متوجه شدند، درک کردند که خودشون گناه داشتند و این
حقیقت است برای هر انسان. همه از ما گناه کردیم و همه از ما بخشیدن از خدا لازم داریم. خیلی خوب، ادامه میدیم. آنگاه فریسیان به او گفتند: تو بر خود شهادت میدهی، شهادت تو راست نیست. عیسی در جواب آنها گفت: گرچنده که من بر خود شهادت می دهم، شهادت من راست است، زیرا من می دانم که از کجا آمدم و به کجا می روم. لیکن شما نمی دانید که من از کجا آمدم و به کجا می روم. شما از روی جسم داوری می کنید، ولی من هیچ کس را داوری نمی کنم. و اگر من داوری کنم، داوری من راست است، چون که من تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد با من است. و نیز در شریعت شما نوشته شده است که شهادت دو کس راست است. من بر خود شهادت می دهم و نیز پدری که مرا فرستاد بر من شهادت می دهد. به او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی جواب داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدری مرا. اگر مرا می شناختید، پدری مرا نیز می شناختید. این سخنان را عیسی در نزد گنجینه هنگامی که در معبد تعلیم میداد گفت و هیچ کس او را دستگیر نکرد، چون که ساعت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به آنها گفت: من می روم و شما مرا خواهید جست و در گناه خود خواهید مرد. با آن جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید. یهودیان گفتند: نخود که او میخواهد خود را بکشد. کی میگوید به آن جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید؟ به آنها گفت: شما از پایین می باشید، من از بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم. از این سبب به شما گفتم که در گناه های خود خواهید مرد. زیرا اگر ایمان نآورید که این من هستم، در گناه های خود خواهید مرد. به او گفتند: تو کیستی؟ عیسی به آنها گفت: همانم که از اول هم به شما گفتم. من چیزهای بسیار دارم که در حق شما بگویم و داوری کنم، لیکن فرستنده من حقیقی است و من هرچی از او شنیدم به جهان میگویم. آنها نفهمیدند که او به آنها درباره پدر سخن میگوید. عیسی به آنها گفت: وقتی که پسر آدم را بلند برداشتید، خواهید فهمید که این من هستم و هیچ عمل را از خودم نمی کنم، بلکه آنچه را که پدرم به من تعلیم داد میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا که من همیشه اعمال پسندیده او را به جا می آورم. چون این را گفت بسیار کسان به او ایمان آوردند. آنگاه عیسی به یهودیانی که به او ایمان آوردند گفت: اگر شما در کلام من بمانید، حقیقتا شاگردان من خواهید بود و راستی را خواهید شناخت و راستی شما را آزاد خواهد کرد. به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هیچگاه غلام کسی نبودیم. پس چیسان تو میگویی که آزاد خواهد شد؟ عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است. لیکن غلام همیشه در خانه نمیماند، پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، حقیقتا آزاد خواهید بود. خیلی خوب. پس اینجا میبینیم که عیسی مسیح از آسمان آمد، خب، و تعلیم میداد. خب او پسر خداست و او گفت که اگر ایمان بیارین به پسر خدا، خب آزاد خواهید بود. خب پس عیسی مسیح نجات دهنده ماست. او فرصت میده که ما از گناه ما ترک بکنیم. خب پس
گناه نمیشیم و بچه خدا باشیم. خب و عیسی مسیح گفت که هر کس که به او ایمان بیاره خب زندگی خواهند داشت. خب ادامه میدیم. میدانم که فرزندان ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، چون که کلام من در شما نمی گنجد. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. آنها در جواب او گفتند. پدر ما ابراهیم است. عیسی به آنها گفت. اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید، ولیکن حالا می خواهید مرا بکشید. و من شخصی هستم که راستی را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کار نکرده است، شما اعمال پدر خود را می کنید. به او گفتند. ما از زنا تولد نیافتیم. ما یک پدر داریم که خدا باشد. عیسی به آنها گفت. اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، چون که من از جانب خدا برآمده نزد شما آمدم. زیرا که من به اراده خود نآمدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا کلام مرا نمی فهمید؟ چون که کلام مرا نمی توانید بشنوید. پدر شما ابلیس است و شما می خواهید آرزوهای پدر خود را به عمل آورید. و از ابتدا قاتل بود و در راستی ثابت نماند، زیرا که در وی راستی نیست. وقتی که وی سخن دروغ میگوید، از آن خود را میگوید، زیرا که وی دروغ گوی و پدر دروغ است. لیکن از بس که من سخن راست را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کیست از شما که مرا به گناه طعنه زده تواند؟ پس اگر من سخن راست را گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به آن سبب گوش نمی دهید که از خدا نیستید. آنگاه یهودیان در جواب او گفتند. آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی جواب داد. من دیو ندارم، بلکه پدر خود را حرمت می کنم، ولی شما به من به حرمتی می کنید. من جلال خود را طالب نیستم، یکی هست که طالب و داور می باشد. به راستی به شما می گویم، کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مرگ را نخواهد دید. یهودیان به او گفتند. خیلی خوب، پس میبینیم که عیسی مسیح قول داده است که هر که به او ایمان بیاره خب مرگ نخواهند دید. خب پس اگر در عیسی مسیح هستید خب قول دارید از خدا که همیشه زندگی میکنید. خب نباید نگران باشید، نباید فکر کنید ای روز داوری میاد و من میترسم چون میدونم که گناه کردم. نباید اینطوری فکر کنید، چون عیسی مسیح همه از گناهت بخشیده شده. چطور؟ او در صلیب تصلیب شد برای گناهان جهان. خب او روی تصلیب محکوم کرده بود و مرگش برای همه از گناه ما بود. خب و روی صلیب تصلیب شد و مرد. عیسی مسیح مرد. خب سومین روز او برخاسته رستاخیز شد. خیلی خوب، پس عیسی مسیح الان زنده است الان برای همیشه. خب و مرگش برای گناه ما بود
تا ما میتونیم خب مثل او وقتی او مرد ما هم میمیریم ولی رستاخیز میشیم مثل عیسی مسیح. مثل عیسی مسیح که هیچ وقت نمیمیره دیگه، ما هم همین قول داریم از خدا که ما امنیت داریم با خدا. ما قول داریم از خدا که جان ما برای همیشه آمین خواهد بود. خب به راستی به شما میگویم کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مرگ را نخواهد دید. یهودیان به او گفتند: اکنون دانستیم که تو دیو داری. ابراهیم و انبیا مردند، ولی تو میگویی کسی که کلام مرا رعایت کند تا ابد مزه مرگ را نخواهد چشید. آیا تو از پدر ما ابراهیم که مرد و از انبیا که نیز مردند بزرگتر هستی؟ تو خود را کی میدانی؟ عیسی جواب داد: اگر من خود را جلال دهم، جلال من هیچ چیزی نباشد. مرا پدر من جلال میبخشد که در حق او شما میگویید او خدای ماست و او را نشناخته اید، لیکن من او را میشناسم. و اگر بگویم که او را نمیشناسم مثل شما دروغگوی میشوم. لیکن من او را میشناسم و کلام او را رعایت میکنم. پدر شما ابراهیم شاد بود که روزی مرا ببیند و دید و شاد گردید. یهودیان به او گفتند: هنوز 50 ساله هم نیستی و تو ابراهیم را دیده ای؟ عیسی به آنها گفت: به راستی به شما میگویم پیش از آن که ابراهیم پیدا شد من هستم. آنگاه سنگ برداشتند تا که او را سنگسار کنند، لیکن عیسی پنهان شد و از میان آنها گذشته از معبد بیرون شد و رفت. خیلی خوب. پس این خیلی مهمه که عیسی مسیح گفت پیش از ابراهیم من هستم. این یعنی چه؟ خب در گذشته، در وقتی که موسی با خدا صحبت میکرد، موسی از خدا پرسید اسم شما چیه؟ نام تو چیه؟ و خدا جواب گفت هستم. خب من هستم که کی هستم؟ خب من ممکنه اشتباه میکنم زبان، ولی خدا گفت نام من هستم. I am. پس اینجا عیسی مسیح نام خدا استفاده میکنه، میگه که من هستم. خب و به این دلیل رهبر دین خیلی ناراحت شدن، چون این شرکه، این بدترین گناهه تا بگه که من هستم. این عیسی مسیح میگه که من خدا هستم. خب و اونا اینقدر عصبانی شدن، سنگ برداشتن تا او را سنگسار کنند. خب میخواستن عیسی مسیح رو بکشن، چون عیسی مسیح ادعا میکرد که خودش خداست. و گاهی اوقات مردم نمیفهمند این چیزها که مسیحیان باور داریم. خب ما ادعای عیسی مسیح باور داریم که عیسی مسیح ادعا کرد خدا هست و ما اینو در این ایمان ماست که عیسی مسیح خودش خداست. خدا جسم
در جسم آمد به این دنیا و مثل انسان زندگی کرد، خب و برای گناه ما مرد روی صلیب. خب و خب این مهمترین عقیده در مسیحیت که عیسی مسیح خدای ما که این آمد توی جهان، هم میگیم که او پسر خداست. خب و او برای گناه ما مرد و روز سوم رستاخیز شد و الان شما را دعوت میکنه، عیسی مسیح شما را دعوت بکنه تا ایمان بیارین به او، به نیک خودتون اعتماد نکنین، ولی در روز داوری اعتماد داشته باشید در عیسی مسیح. عیسی مسیح هیچ گناه نکرد، ولی همه از ما گناه میکنیم. خب روز داوری میاد، خب و در اون روز خدا همه از گناهتون میبینه و همه میدونن گناهتون چی بود. خب اگر عیسی مسیح برای ما نمرد، خب ما همه از ما محکوم می شدیم. خب چون خیلی همه از ما مقصریم، گناه کردیم، ولی به وسیله عیسی مسیح، خب عیسی مسیح ما را زندگی جدید، زندگی تازه داده، خب تا میتونیم از گناه ما آزاد باشیم. خب و این خبر نیک است. این مهمترین چیزی که مسیحیان باور داریم و اگر دوست دارید مسیحی باشید خیلی ساده است، خیلی. خب این شرایط نیست، اون شرایط نیست، خب فقط ایمان بیارین به عیسی مسیح، او نجات دهنده شماست. میتونیم دوباره راجع به این صحبت کنیم و هفته بعد دوباره یک فصل انجیل یوحنا با هم میخوانیم. اگر دوست دارید خودتون کتاب مقدس بخونین و دوست دارید یک کتاب مقدس داشته باشی، یک خانم هست در تاجیکستان که اسمش استر است. او یوتیوب چنل داره و لینکش زیر این ویدیو است. میتونین تماس بکنیم به استر و او یک کتاب مقدس به شما میفرسته. خب پس خدا حافظ و در پناه عیسی مسیح باشید. آمین.